اندازه‌ای به آدم‌ها خوبی کنید که لیاقت دارن، به اندازه‌ای به آدم‌ها بها بدین که ارزش دارن و اندازه آدم‌ها رو بالا ببرید که واقعا جنبه دارن. واقعا یه سری آدم‌ها جنبه اون لطف و محبت و لیاقت اون کارهایی که براشون میکنین رو ندارن. بعدن یه جوری ازت طلبکار میشن، یه جوری باهات حرف میزنن که کاملا فکر میکنن مقصر کل دنیا تویی. باید ظرفیت آدم‌ها رو بدونید، گنجایش آدم‌ها رو بدونید. وقتی اون ظرفیته، اون گنجایشه واسه یه سریا کوچیک باشه، شما وقتی که بیش از اون گنجایش بهشون خوبی میکنید، لطف میکنید، میزنه بیرون و تو صورت خودتون منفجر میشه. و دیگه سعی میکنم که به آدم‌ها اونقدر خوبی نکنم که لیاقت ندارن، چون انقدر تو صورت خودم برگشته، انقدر دلم شکسته، انقدر دل خود منو شکوندن که دیگه قدمی بر نمیدارم برای آدم هایی که ظرفیتشو ندارن. کلا هممون باید این تو صورت منفجر شدن ها، دل شکستن ها، جا خوردن ها، شوکه شدن ها برای هممون باید اتفاق بیفته تا خودمون رو درست کنیم، تا مسیرمون رو درست کنیم، تا بدونیم آقا تو من ربکا چجوری تو زندگیم رفتار کنم، چجوری با آدم ها رفتار کنم، چقدر با آدم ها بها بدم، چقدر برای آدم ها قدم بردارم.